أين الرجال؟ به نام الله. ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. امروز ما عاید کلمه 11 برنامه‌مان که آن کلمه اصدع یعنی اعلان نما میباشد صحبت خواهیم کرد. چقدر عجیب است این کلمه. او تعالی میگوید آن چیزی را که به آن فرموده شده اعلان نما و از مشرکان روی گردان. هنگامی که الله این آیات ها را نازل کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه همراه با صحابگان که الکی همچون شخصیت های اسلامی تشکل یافته بودند و دعوت مخفی مشغول بودند. محض در همین دوره الله به ایشان امر کرد که دعوت را آشکارا اعلان کنند. مجاهد در تفسیر خود گفته است که معنای آن با آواز بلند قرآن را در نماز اعلان کن یا بخوان. ابو عبیده از عبدالله ابن مسعود روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت مخفی را تا نازل شدن آیتی آن چیزی را که به آن فرموده شده اعلان نما ادامه میدادند و بعد نازل شوی این آیت ایشان همراه صحابگان و کوچه ها برآمدند. در مورد سخنان الله متعال و از مشرکان روی گردان، ما تو را از مسخره کنندگان رهانیدیم، باید گفت که معنای آن چی را که نازل شده است به آنها برسان و به آنها روی نبیار، زیرا آنها میخواهند تو را از آیات الله بازگردانند، چون که مشرکان اسلام را همچون دین قبول نمیکنند و در برابر این میخواهند که تو به راه آنها پیروی کنی. آنها دوست دارند که تو نرمی کنی تا آنها نیز نرمی کنند. و این خطاب الله به پیامبران و این چنین به تمام امت است، یعنی این خطاب است که به بندگان اعلان آنچه را که به آن فرموده شدند میفرماید و میگوید که از مشرکان نترسند، زیرا در حقیقت الله برایشان کافی است، چون که الله همان ذات است که مسلمانان را از مشرکان حفظ میکند. الله متعال فرمود ای رسول، آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی پس تو رسالت او را نرسانیده ای. الله تو را از آدمان حفظ میکند. بنابراین اعلان این دعوت انتشار نمودن آن است. هدف از این آن است که دعوت میان مردم افکار عموم گشته استوار شود، زیرا بیان اندیشه و موقع خود برنده دعوت را وادار میسازد که در این کار استوار و بیمیلان باشد، چون که آن به صفت و قسم جدا نشونده او تبدیل مییابد. این چنین او را به آن وادار میسازد که با وجود مشقت و عذابها در بردن دعوت استوار و با صبر باشد. وقتی که آنها با این راه حرکت میکنند، خبر درباره آنها پهن می شود. اعلان چیزی فرموده شده جزء جدا نشونده در کار دعوت است که در نتیجه آن برنده دعوت شکنجه می شود. از این رو برای او واجب است که در راه دعوت این شکنجه ها را تحمل کند. درباره کلمه های در دعوت استفاده شونده که درباره آنها قبلا گفته بودیم باید قید کرد که آنها از جهت ماهیتشان پرمضمون بوده با هم علاقمند هستند. برای ما ضرور است که هنگام بردن دعوت این کلمه ها را استفاده بریم، این چنین درباره آنها اندیشه کنیم و هنگام صبر نمودن به آزمایش ها آنها را به یاد داریم. همچنین استفاده آنها را در کارهای دین نباید فراموش کرد تا کارهای دین بر اساس قرآن و سنت صورت گیرند، چنانه که الله متعال دوست می‌دارد.